هفتم سپتامبر سالروان در مجمع تندرستی استقلال مراسم قبول 10 عدد نقلیات یاری تاجیلی که همچون کمک بشردوستانه از جانب فدراسیون روسیه به جمهوری تاجیکستان وارد گردیدند برگزار گردید. در مراسم قبول نقلیات‌های مذکور معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوب خان ستاریان، معاون یکم وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، سفیر فدراسیون روسیه و دیگر شخصان رسمی اشتراک نمودند. طور ذکر گردید نقلیات‌های مذکور در دایره همکاری‌های دوجانبه و بهره باز هم بهتر نمودن یاری اولیه طبی از جانب فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان تقدیم کرده شدند. اثنای تقدیم نقلیات‌های مذکور اشتراکچیان از همکاری‌های متقابلا سودمند دو کشور در ساحه تندرستی اظهار قناعتمندی نموده برای دستگیری‌های پیوسته ساحه از نام حکومت جمهوری تاجیکستان به حکومت فدراسیون روسیه اظهار منتداری بیان نمودند. اطلاع داده شد که نقلیات‌های مذکور با لوازمات و تجهیزات ضروری که برای کمک اولیه طبی مهم میباشند جهازانده شدند. باید گفت که نقلیات‌های یاری اولیه طبی مذکور طبق طلبات به شهر و نواحی مملکت دسترس خواهند شد که در این زمینه سطح خدمت‌رسانی یاری اولیه طبی باز هم بهتر می‌گردد.